سوره نیسا یعنی زنها در مدینه نازل شده است و از 176 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، از پروردگارتان بترسید، پروردگاری که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از وی آفرید و از آن دو مردان و زنانی زیاد پهن کرد و از الله بترسید که به نام او از همدیگر سؤال میکنید و از ترک خویشاوندی بترسید، همانا الله در همه حالت بر شما نگهبان است. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. و الله دستور داد که به یتیمان مالهایشان را بدهید چون به سن بلوغ و به وی رسیدند و صلاحیت یافتند و اموال ناپاک را با مالهای پاک آمیزش نکنید و مالهایشان را با مالهای خودتان نخورید. پس هر کس جرأت کرد و مال آنها را همراه با مال خود خورد، براستی که گناه بزرگ انجام داده است. تفسیر سعدی. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. و اگر ترسیدید که عدل نتوانید کرد درباره یتیم دخترانی که زیر سرپرستی شما قرار دارند، پس با زنانی دیگری که دوست دارید ازدواج کنید، با 2 یا 3 یا 4. پس اگر ترسیدید که نمی توانید عدل را به جای آورید، پس باید با یک زن کفایت کنید و یا با کنیزکانتان ازدواج کنید. این نزدیکتر است که ستم نکنید. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و مهر زنان را به عنوان هدیه به آنها بدهید، پس نباید در دادن آن تأخیر ورزید و نباید از آن چیزی کم کنید. و اگر با رضایت خاطر چیزی از مهر خود به شما بخشیدند، پس آن را حلال و گوارا بخورید. یعنی در این آیت اشارت شده است که هرگاه زنی مکلف مهرش را طلب کند، باید به وی پرداخت شود، زیرا زن به سبب عقد ازدواج مالک مهر می گردد. تفسیر سعدی. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. و ای سرپرستان، مالهای خود را که الله آن را برای شما سبب استقامت زندگی گردانیده است به بیخیردان ندهید و از آن مالها خوراک و پوشاک آنها را بدهید و با آنان سخن خوب و شایسته بگوید. بیخیردان به معنای نابالغ، مجنون یعنی دیوانه و بی عقلان آمده است. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. و یتیمان را بیازماید تا آنگاه که به سن ازدواج برسند. پس اگر در آنها صلاحیت دیدید اموالشان را به خودشان بسپارید و اموال آنها را پیش از آن که بزرگ یعنی کلان شوند به اسراف و شتاب نخورید. و هر کس که توانگر و ثروتمند باشد باید از گرفتن حق سرپرستی خودداری کند و هر کس که نیازمند باشد باید به صورت پسندیده و نیکو بخورد. پس وقتی که مالهایشان را به آنها سپاریدید کسانی را بر آنها به شاهدی گیرید در وقت دادن مال آنها تا شاهدی را اختیار کند و الله برای حساب کردن کافی است. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان باقی گذاشتند سهم است و برای زنان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان باقی گذاشته‌اند سهم است. شاید بعضی گمان برند که زنان و کودکان بهره از میراث ندارند مگر در مال زیاد، چی آن سهم کم باشد و چی زیاد، و الله سهم هر یک را مقرر و مشخص کرده است. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. و هنگامی که در تقسیم میراث خویشاوندانی که وارث نیستند، یعنی منظور از خویشاوندانی هستند که در میراث سهم ندارند، و یتیمان و فقرای مستحق که حاضر شدند، از این مال که بیرنج و زحمت آن را به دست می آورید چیزی به آنها بدهید، پس خاطر آنها را آرام دهید، چرا که دادن این مال به شما زیان نمی رساند و به آنها سخن نیکو بگویید. تفسیر سعدی. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا. و کسانی که پس از خود فرزندانی ناتوانی بر جای می گذارند و نگرانی آینده آنها هستند باید از ستم بر یتیمان مردم بترسند. پس در سرپرستی دیگران از الله بترسند و سخنی راست و درست بگویند. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحقی و ستمکارانه میخورند آتش است که در شکمهایشان شعله میزند و آنها خود این آتش را در شکمهای خود فرو بردند و به آتش سوزان وارد خواهند شد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الله درباره فرزندانتان شما را فرمان می دهد که در وقت تقسیمات میراث حصه یک پسر به اندازه حصه 2 دختر است و اگر فرزندان همه دختر و از 2 بیشتر بودند از 3 2 حصه ترکه مال آنهاست و اگر فرزند یک دختر بود نصف ترکه از آن است و اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد به هر یک از پدر و مادر از 6 یک حصه ترکه می رسد و اگر مرده فرزند نداشت و وارث او پدر و مادرش بودند سهم مادرش از 3 یک حصه ترکه است و اگر مرده برادران داشته باشد به مادرش از 6 یک حصه می رسد. یعنی همه اینها پس از انجام وصیتی که مرده به آن وصیت کرده و یا پس از قرض‌های است که برگردنی است. شما نمی‌دانید که پدرانتان و فرزندانتان کدام یکی در نفع رسانیدن به شما نزدیکتر است. این حصه معین کرده شده از جانب الله است و درستی که الله دانا و با حکمت است. ترکه یعنی آنچه میت گذاشته است آن را میراث میگویند. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. و نیمه از دارایی همسرانتان برای شماست به شرطی که فرزند نداشته باشند. اما اگر فرزند داشتند پس از 4 یک حصه ترکه مال شماست. البته پس از انجام دادن وصیتی که بر آن وصیت کردند یا بعد از پرداخت قرضی که برگردن آنهاست و از 4 یک حصه دارایی شما مال آنهاست اگر شما فرزند نداشته باشد. ولی اگر فرزند داشته باشد از 8 یک حصه دارایی شما مال همسرانتان است. بعد از انجام وصیتی که شما با آن وصیت میکنید و بعد از پرداختن قرضی که بر عهده شماست و اگر مرد یا زنی که به صورت کلاله از او میراث داده می شود اگر برادر و خواهر داشته باشد برای هر یکی از آنها از 6 یک حصه است. پس اگر زیاد از 1 نفر بودند پس همه در از 3 یک حصه شریک هستند. بعد از انجام وصیتی که به آن وصیت شده و پس از ادای قرضی که باید پرداخت شود به شرطی که همان وصیت یا قرض برای میراث‌خوار زیان نداشته باشد. این حکم از جانب الله است و الله دانا و پوربردار است. معنای کلاله یعنی مرد فوت کرد و پدر و
فرزند ندارد. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظیم. این حدود مقرر کرده الهی است و هر کس اطاعت الله و پیامبرش کند الله او را وارد باغ‌های می کند که جایها در زیر آن روان است. آنان جاودانه در آن میمانند و این است پیروزی بزرگ. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. و هر کس از الله و پیامبرش نافرمانی و از حدود الهی تجاوز نماید الله او را وارد آتش می کند که همیشه در آن باقی می ماند و برای اوست عذاب خار کننده. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. و کسانی از زنانتان که مرتکب زنا می شوند 4 نفر از خودتان یعنی از مسلمانان برای آنها گواه بگیرید. پس اگر گواهی دادند آنها را در خانه ها نگاه دارید تا اینکه مرگ آنها را دریابد و یا الله برای آنها راه قرار دهد. یعنی این آیت با آیت سوره نور منسوخ گردید. تفسیر ابن کثیر و تفسیر بغوی. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. همچنین مردان و زنان شما که مرتکب زنا می شوند آنها را سرزنش و عیب جویی کنید و با عملی زدنی که از این عمل زشت بازشان دارد بیازارید. بنابراین هرگاه مردان مرتکب زنا شوند مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و زنان زندانی و اذیت می شوند. پس زندانی کردن تا زمان فرا رسیدن مرگ است و آزار رسانیدن تا وقتی است که فرد توبه کند و به اصلاح خود بپردازد. بنابراین فرمود و اگر توبه کردند و به اصلاح پرداختند آنها را رها کنید. همانا الله توبه پذیر و مهربان است. این آیت در اول اسلام نازل شده بود پس به آیت سوره نور منسوخ گردید. تفسیر سعدی و ابن کثیر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. به درستی الله توبه کسانی را قبول می کند که از روی نادانی کاری بد انجام می دهند سپس زود توبه می کنند. پس الله توبه ایشان را قبول می کند و الله به خلق خود دانا و در تدبیر و تقدیرش با حکمت است. یعنی در این آیت الله می فرماید قبول کردن توبه حق است بر الله و الله برای کسی که از روی نادانی گناه کرده است از روی بخشش و بزرگواری آن را بر خود واجب گردانیده است تا بنده اش را ببخشد. تفسیر سعدی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار
أولئك أعتدنا لهم عذابا ألیما. توبه کسانی قبول کرده نمی شود که کارهای بد انجام می دهند تا اینکه مرگ یکی از آنها نزدیک شود. می گوید اکنون توبه کردم. و قبول کرده نمی شود توبه کسانی که می میرند در حالی که آنها کافر هستند. آنها کسانی هستند که برایشان عذاب دردناک آماده کرده ایم. یعنی توبه کردن در حالت فرا رسیدن مرگ توبه مجبوری است و به توبه کننده فایده ندارد، بلکه توبه فایده آور است که از روی اختیار باشد. تفسیر سعدی. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که زنان را میراث گیرید و آنها ناخوش باشند و آنها را منع نکنید از نکاح با هر کی خواهند تا بعض آنچه را که به آنها داده اید به دست آرید، مگر این که آشکارا کاری بد بکنند و به آنها به طور شایسته زندگی کنید. و اگر هم آنها را نمی پسندید، پس شاید که شما چیزی را نمی پسندید و الله در آن خیر و نیکی فراوان را قرار می دهد. یعنی در جاهلیت که هرگاه یکی از آنها می مرد، برادرش یا عمک بچه هایش خود را به همسری برادرانش حقدارتر می دانست و زنی او را اجازت نمی داد که با دیگری ازدواج کند، خواه آن زن می خواست یا نمی خواست. و اگر برادر شوهر یا خویشاوندانش آن زن را می پسندید، وی را با مهر دلخواه خود به عقد خود می درآورد. و اگر وی را نمی پسندید، او را تحت فشار قرار می داد و به عقد کسی دیگر می درآورد. تفسیر سعدی و تفسیر طبری. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. اگر خواستید زنی به جای زنی دیگر بگیرید و او را، یعنی زنی که جدا می شود، مالی بسیار داده اید، یعنی در مهر، پس از آن مال چیزی را باز نگیرید، بلکه آن را به طور کامل به وی داده و در دادن آن تأخیر نکنید. آیا می خواهید مهر را با بهتان و گناه آشکار بگیرید؟ و کیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم میثاقا غلیظا. و چگونه آن را پس میگیرید در حالی که با یکدیگر آمیزش کرده اید و زنان از شما پیمانی محکمی گرفتند؟ یعنی این بزرگترین ظلم است و اینچنین الله از شوهران پیمانی محکمی گرفته است که حقوق همسرانشان را رعایت کنند. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کردند ازدواج نکنید مگر آنچه که قبلا انجام داده شده بود، همانا این کار بسیار زشت و گناه و روش نادرستی بد است. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الله بر شما حرام کرده است ازدواج با مادرانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دادرزاده‌هایتان و خواهرزاده‌هایتان و مادرانتان که به شما شیر دادند و خواهران شما از جهت شیرخوارگی و مادران همسرانتان و دختران زنانتان که در زیر دست شما پرورش یافتند و با مادرهایشان آمیزش کرده اید و اگر با مادرهایشان آمیزش نکرده اید گناه بر شما نیست و همسران پسرانتان که از پشت شما هستند و جمع دو خواهر با هم دیگر مگر آنچه در گذشته روی داده است همانا الله بخشنده و مهربان است. یعنی این آیات در بر میگیرد ازدواج کردن با زنانی که با واسطه نسب، شیرخوارگی، خویشاوندی، از راه پیوندی زناشویی و جمع کردن یعنی با هم دیگر حرامند. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. و زنان شوهردار بر شما حرامند مگر زنانی که آن را اسیر گرفته باشد که برایتان حلالند این را الله برای شما مقرر گردانید و غیر از اینها نیز زنان دیگر برایتان حلالند و می توانید با مالهای خود زنانی را بجویید و با آنها ازدواج کنید به شرطی که پاک دامن باشند و خودتان را از زنا دور کنید و اگر با زنی ازدواج کردید و از او بهره مند شدید پس باید مهر او را به عنوان فریضه بپردازید و بعد از تعیین مهر گناه بر شما نیست در آنچه که با یکدیگر توافق کنید. همانا الله به کار بندگانش دانا و در احکام و تدبیرش با حکمت است. یعنی این آیت در مورد نکاح متعه است که در ابتدای اسلام حلال بود سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را حرام گردانید. تفسیر سعدی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم
والله غفور رحیم. و اگر کسی از شما توانایی نداشت با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند، پس با کنیزان مؤمن ازدواج کند و الله به ایمان شما آگاه است. بعضی از شما از بعضی دیگر هستید، پس با اجازت صاحبانشان با آنها ازدواج کنید و مهرشان را به طور شایسته بپردازید. کنیزان را برای ازدواج انتخاب کنید که پاک دامن باشند و آشکار مرتکب زنا نشوند و دوستانی نامشروع یعنی بیگانه و پنهانی برای خود اختیار نکنند و اگر پس از ازدواج مرتکب زنا شدند جزای آنها نصف جزای زنان آزاده است و آن جزا دره است. در حالت ازدواج کردن نتوانستند و زنهای آزاد، ازدواج با کنیزان برای کسی است که از فساد بترسد و اگر صبر کنید برایتان بهتر است و الله بخشنده و مهربان است. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله می خواهد برای شما احکام خود را روشن نماید و شما را به راه کسانی که پیش از شما بودند، یعنی از راه پیامبران و صالحان، راهنمایی کند و توبه شما را بپذیرد و الله به صلاحیت بندگانش دانا و احکام او با حکمت است. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. و الله می خواهد توبه شما را بپذیرد و کسانی که پیروی شهوت ها هستند می خواهند شما را از راه راست به راه گمراهان و راه کسانی که الله با آنها خشم گرفته است بیراه کنند. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله می خواهد احکام خود را برای شما آسان کند و انسان ناتوان آفریده شده است. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ای کسانی که ایمان آورده اید، مالهایتان را در میان خود به ناحقی نخورید، یعنی به مثل دزدی، بازاری کشیده گرفتن مال کسی و غیره، مگر تجارتی باشد که از رضایت شما سرچشمه گیرد و یکدیگر را به سبب خوردن مال ناحق نکشید. همان الله نسبت به شما مهربان است. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. و کسی که چنین کاری را قصداً از روی دشمنی و ستم انجام دهد او را با آتش خواهیم سوزاند و این کار برای الله آسان است. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر از گناهان کبیره که از آنها من کرده می شوید خودداری کنید، گناهانتان را می بخشم و شما را به جایگاهی بزرگوارانه داخل می کنیم. یعنی گناه کبیره گناه است که ایمان آدم را ضعیف می کند و یا بدون بال آن لعنت قرار داده شده است یا الله به مرتکب آن خشم می گیرد. تفسیر سعدی. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. و آرزوی چیزی را نکنید که الله برخی از شما را با آن
از برخی دیگر برتری داده است. برای مردان بهره است از آن چی به دست می آورند و برای زنان بهره است از آن چی به دست می آورند و از الله فضل او را بجوید. همانا الله بر هر چیز آگاه است. یعنی الله به هر کس چیزی را می دهد که شایستگی برخورداری آن را دارد و نعمتهای خود را به کسی نمی دهد که شایسته آن نباشد. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. و برای هر کسی وارثانه قرار داده ایم که باید از اموال پدر و مادر و خویشاوندانش برای او باقی گذاشته به وی داده شود و با کسانی که پیمان بسته اید نصیبشان را بدهید. بیگمان الله به هر چیز حاضر و آگاه است. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردان سرپرستی زنان هستند به خاطر این که الله مردان را بر زنان برتری داده است و نیز به خاطر این که از مالهایشان خرج می کنند و لباس و مسکن آنها را تیار می نمایند. پس زنان صالحه آنهایی هستند که فرمان بردار الله بوده و در پنهانی و در غیب شوهرشان از آنها اطاعت می کنند و این از آن سبب است که الله آنها را محافظت نموده توفیق داده است و زنانی را که از سرکشی آنها بیم دارد آنها را نصیحت کنید، سپس بستر خود را جدا کنید، سپس آنها را بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند دیگر راهی برای ایشان نجوید، یعنی آنها را طلاق ندهید. همانا الله بلند مرتبه بزرگ قدر است. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. و اگر از اختلاف و جدایی آنها بیم داشتید پس داوری یعنی مسلمان عادل و عاقل باشد از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن بفرستید. اگر این دو داور خواهان اصلاح باشند الله بین آنها توافق حاصل می کند. همانا الله دانا و آگاه است. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. و الله را عبادت کنید و در آفرینش و عبادتش چیزی را به او تعالی شریک قرار ندهید، زیرا پروردگار نه شرک خرد و نه شرک بزرگ را نمیپذیرد و نباید ملائکه و پیامبر و کسی دیگر از آفریدگان را که نمیتوانند برای خود فایده یا زیان بیاورند با او شریک قرار داد و با پدر و مادر با سخن، رفتار و کردار و عزت و احترام و با مال نیکی نماید.
و حقوقشان را ادا نماید و با خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین نزدیک و مسافر و کنیزان و غلامان نیز نیکی کند. همانا الله کسی را که خودپسند و خودستا باشد دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. ای کسانی که حقوقی بر آنها داده شده را ادا نمی کنند و مردم را با گفتار و کردارشان به بخل فرمان می دهند و پنهان می کنند آن چیزی را که الله از فضل خویش به آنها داده است. الله در حق آنها فرمود ما از برای کافران عذابی خار کننده آماده ساختیم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. و کسانی که مالهایشان را برای آن خیر کنند که مردم آنها را ببینند و ستایش کنند و آنها را تعظیم نمایند و خیر و بخشش آنها از اخلاص و ایمانی به الله و امید به پاداش او سرچشمه نگرفته است، پس این راه شیطان و کاری است که گروه خود را به سوی آن دعوت می کند تا از اهل جهنم شوند و هر کس که شیطان همراه او باشد بسیار همراه و همدمی بدی است، زیرا می خواهد وی را هلاک کند. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. چی چیز آنها را دوچاری سختی و دشواری می گرداند اگر به الله و روز قیامت ایمان آورند و از مالهایی که الله به آنها بخشیده است ببخشایند، پس هم ایمان و اخلاص داشته باشند و الله به تمام حالتهای آنها آگاه است. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. به تأکید الله به مقدار ذره ستم نمی کند و اگر نیکی باشد آن را چند برابر زیاد می نماید و از طرف خود پاداش بزرگ می دهد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پس چگونه خواهد بود آنگاه که از هر امت گواهی بیاوریم و تو را یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان گواه بر قومهای گذشته بیاوریم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آن روز آنان که به الله و پیامبرش کفر ورزیده و از پیامبرش نافرمانی کردند دوست دارند و آرزو می کنند که کاش زمین آنها را فرو می برد و تبدیل به خاک می گشتند و نابود می شدند و هیچ سخنی را از الله پنهان نمی دارند، بلکه به همه کارهایی که کرده اند نزد الله اعتراف می کنند و زبان و دست و پایهایشان از کارهایی که کرده اند گواهی می دهند. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای کسانی که ایمان آورده اید، در حالی که مست هستید در نماز نایستید تا وقتی که بدانید چی میگوید، و در حالی که جنوب هستید در نماز نایستید و به مکانهای یعنی مسجدهایی که نماز گذاریده می شود نزدیک نشوید، مگر کسانی از شما که می خواهند از یکی از درهای مسجد وارد شده و از در دیگری خارج شوند، یعنی رهگذر باشد، تا وقتی که طهارت بگیرید، و اگر بیمار باشید یا در مسافرت بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کردید و آب نیافتید، تیمم کنید، پس روی و دستهایتان را مسح کنید. یعنی الله تیمم را برای بیمار به طور مطلق خواه آب وجود داشته باشد یا نه جایز قرار داد. علت جایز بودن تیمم برای دردمند بیماری است که از استفاده آب بیماریش بیشتر می شود. تیمم را در سفر نیز جایز قرار داده است، زیرا گمان می رود که در سفر آب یافت نشود، و همچنین هرگاه انسان به سبب قضای حاجت یا آمیزش با زنان ناپاک شد، اگر آب را نیافت برایش جایز است تیمم کند، خواه در سفر باشد یا نه، همانطور که عموم آیت بر این مطلب دلالت می کند. همانا الله عفو کننده و آمرزنده است. معنای تیمم با هر آن چیزی که از سطح زمین بالا باشد و غبار داشته باشد یا نه، خواه خاک باشد یا درخت یا سنگ یا گیاه، و شرطی که پاک باشد انجام می شود. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. مگر نمی بینی کسانی را که بهره از کتاب داده شدند، یعنی یهودان مدینه، که گمراهی را می خرند و می خواهند شما هم یعنی ای مؤمنان گمراه شوید، پس آنها به نهایت به گمراه کردن شما مشغول هستند و تلاش خود را در این راه صرف می کنند. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. و الله دشمنان شما را بهتر می شناسد و کافی است که الله سرپرست شما باشد و کافی است که الله یاور شما باشد. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. گروهی از یهودیان سخنان را از جایگاهشان دیگرگون کرده و میگویند شنیدیم و نافرمانی کردیم و بیشنو کاش که ناشنوا گردی، یعنی و میگفتند ما را رعایت کن. آنها با استفاده این گونه کلمه ها و پیچ دادن زبانشان به عیبجویی از دین به پیامبر می پرداختند و در میان خود این مطلب را با روشنی بیان می کردند. سپس الله آنها را به انجام آنچه که برایشان بهتر است راهنمایی نمود و فرمود. و اگر آنها می گفتند شنیدیم و فرمان بردیم
و بشنو و به سوی ما بینگر. برایشان بهتر و درستر بود، ولی از آنجا که سرشته‌شان ناپاک بود از این شیوه روی گردانیدند. اما الله به سبب کفرشان آنان را لعنت کرد، پس به جز عده کمی ایمان نمی آرند. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. ای اهل کتاب ایمان آورید به آنچه ما نازل کرده ایم از قرآن که تصدیق کننده چیزهایی است که شما با خود دارید. پس همان طوری که آنها حق را ترک گفته و باطل را رواج دادند به سزای از نوع کارشان جزا داده شدند و چهره هایشان محو کردید، همان طوری که آنها حق را محو کردند و برگردانیدن چهره هایشان به صورت بود که چهره آنان در پشت قرار گرفت و این زشت ترین صورت است. یا آنها را لعنت کنیم همان طوری که یاران شنبه را لعنت کردیم، یعنی آنها را از رحمت خود دور نمود و تبدیل به میمون گرداند، همان طور که الله با برادرانشان که در روز شنبه تجاوز و سرپیچی کردند چنین کرد و فرمان الله انجام شدنی است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. به درستی که الله نمی آمرزد که او را شرک مقرر کرده شود و گناهان پایین تر از آن را برای هر کسی که بخواهد، یعنی از گناهان صغیره و کبیره می آمرزد و هر کس به الله شرک ورزد گناه بزرگی را صادر کرده است. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا یظلمون فتیلا. آیا کسانی را نمی بینی که خود را پاک می شمارند؟ بلکه الله هر کس را که بخواهد پاک می سازد، یعنی او را به سبب ایمان و عمل صالح و آراستگی و اخلاق زیبا پاک می گرداند. الله هر کس را که بخواهد و به اندازه رشته ستم نخواهد شد، یعنی رشته در میان دانه خرما است. اما یهودیان گرچه خود را پاک بدانند و دعوا کنند که به راه راست هستند، دروغگو می باشند و به سبب ستم و کفرشان از خصلت‌های پاکان بهره ندارند و الله بر آنها ستم روا نداشته است، حتی به اندازه رشته باریکی که در پوست خرما هست. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبینا. نگاه کن چگونه به پاک قرار دادن خود به الله دروغ می بندند و این بزرگترین دروغ است به الله نسبت داده می شود و کافی است که این دروغ آشکار باشد. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا کسانی را نمی بینی که بهره از کتاب داده شدند؟ اخلاق زشت و پلیدشان آنان را وادار کرد تا از ایمان به الله و پیامبرش روی بگردانند و به جبت یعنی بوتان و طاغوت ایمان بیاورند و به کافران میگویند اینها از کسانی که ایمان آوردند راه یابترانند. معنای جبت و طاغوت: ایمان به جبت و طاغوت شامل هر عبادت است که به غیر الله انجام داده می شود یا حکم کردن به غیر از آنچه که الله
مشروع نموده است. پس سحر و غیبگویی و پرستش غیر الله و اطاعت شیطان همه از دلیل جبت و طاغوتند. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. آنها کسانی هستند که الله آنها را از رحمت خودش دور نموده است و هر کسی که الله او را لعنت کند برای او یاری دهنده نخواهی یافت که او را سرپرستی کند و او را از ناراحتی ها محافظت نماید. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا آنان حصه از ملک دارند؟ اگر داشته باشند هم مردم را به اندازه نقطه‌ای که در پشت خرما هست نخواهند داد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آیا فهمش سخنانشان این است که آنها شریک الله هستند و هر کس را که بخواهند به او بزرگی میدهند و فضل و عطا را به او میبخشند، یا حسد ورزیدند به پیامبر و مؤمنان بر آنچه که الله از فضل خود به آنان داده است و آن نعمت‌های از قبیل پیامبری و کتاب است که الله بر ابراهیم و فرزندانش ارزانی داشت و ملک و پادشاهی است که به بعضی از پیامبرانش مانند داوود و سلیمان علیهم السلام بخشید. پس آنها چگونه نعمت را که الله از پیامبری و پیروزی به محمد صلی الله علیه و سلم داده است انکار میکنند؟ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعیرا. گروهی از آنان به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورده و خوشبختی دنیا و آخرت را به دست آوردند و دسته از آنها از روی کینه و حسد مردم را از آن باز داشتند و جهنمی سوزان برای شما ای تکذیب کنندگان بسنده است. یعنی کسانی اند که به الله کفر ورزیدند و پیامبری پیامبران را انکار کردند. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. آنان که آیات ما را انکار کردند آنها را به آتشی که بزرگ است و حرارتش بسیار بلند است می سوزانیم. هرگاه که پوستهایشان بسوزد به جای آن پوستهای دیگر قرار می دهیم تا سخت‌ترین عذاب را بچشند و چون کفر را به صورت همیشگی تکرار کردن چون صفت و عادت آنها گردیده است عذاب هم بر آنها تکرار می شود تا سزای برابر با اعمال خود را ببینند. همانا الله عزیز و حکیم است. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. و کسانی که به الله ایمان آوردند و کارهای شایسته از واجبات و مستحبات را انجام دادند آنان را وارد باغ‌های میکنیم که از زیر درختانشان جایها روان هستند و جاودانه در آن میمانند و برای آنها در آنجا زنهای پاکیزه هست که از اخلاق زشت و از هر عیب و آلودگی که زنان دنیا دارند پاک هستند و آنها را به سایه بر دوام وارد میکنیم که هیچگاه نابود شونده نیست. إن
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سمیعا بصیرا. همانا الله شما را فرمان می دهد تا امانت را به صاحبانشان برسانید. پس اگر کسی امانت را به غیر صاحبش داده باشد امانت را نرسانیده است و هنگامی که میان مردم حکم می کنید از روی عدل حکم کنید. همانا الله شما را به بهترین حکم ها پند می دهد. هر آینه الله شنوا و بینا است. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت الله و پیامبر و اولوالامر مسلمانان کنید و هر کس که پیامبر را پیروی کند الله را پیروی کرده است. اما مسئولین و حکما زمانی به فرمان بردن از آنها دستور داده می شود که فرمان آنها گناه نباشد و چون در چیز اختلاف کردید آن را به الله و به پیامبر برگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید این برای شما بهتر و خوشتر است. تفسیر سعدی. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا تعجب نمی کنی از کسانی که دعوا می کنند با آنچه بر پیامبر و پیش از او نازل شده است ایمان آورده اند اما با این وجود می خواهند برای حکم کردن و پیش طاغوت بروند و هر کس که بغیر از آنچه الله مشروع نموده است حکم کند طاغوت است، در حالی که به آنان دستور داده شده است که به طاغوت کفر ورزند. زیرا حقیقت ایمان آن است که فرد مؤمن برابر قانون الله تسلیم شود. پس هر کس دعوا کند مؤمن است اما حکم طاغوت را بر حکم الله برتر حسابد، دروغ میگوید و شیطان میخواهد آنها را گمراه و از حق بسیار دور نماید. تفسیر سعدی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. و چون به ایشان گفته شود بیایید به سوی آنچه که الله نازل کرده و به سوی پیامبر، منافقان را میبینی که به تو پشت میگردانند و از تو باز میدارند. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. پس حالی این گمراهان چگونه خواهد بود وقتی که به سبب گناهانی که با دست خود انجام دادند و این که طاغوت را حاکم قرار دادند به مصیبت و بلای گرفتار شوند، سپس پیش تو می آیند و برای کاری که انجام دادند عذر می آورند و به الله سوگند می خورند که مقصد خیرخواهی و آشتی دادن دو طرف داشتند، در حالی که آنان دروغ می گویند. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. آنها کسانی اند که الله می‌داند در دلهایشان چه نفاق و نیتی بدی وجود دارد. پس به آنان توجه نکن و با آنها روبرو نشو و پندشان بده و آنان را به صورت مخفیانه و در خلوت نصیحت کن، زیرا نصیحت در تنهایی برای کامیابی و مقصود موافق تر است و در سرزنش و بیرون آوردن آنها مبالغه کن و زیاد کوشش بکن. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. و ما هیچ پیامبری را نفرستاده ایم مگر که به حکم الله او را فرمان برداری کند و اگر آنها هنگامی که به خود ستم می کردند پیش تو می آمدند و به گناهانشان اعتراف می کردند و پشیمان می شدند، پس برای گناهان خود طلب آمرزش می کردند و پیامبر برای آنها آمرزش می خواست، الله را توبه پذیر و مهربان می یافتند. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سپس الله به ذات بزرگوارش سوگند یاد نمود که نیست امر چنان که آنها گمان میبرند که آنها مؤمنانند و بعد از آن به حکم تو راضی نمی شوند و تو را در همه اختلافات خود حاکم قرار نمی دهند و باید ملال از حکم تو در دل خود نداشته و کاملا تسلیم باشند. اختیار نمودن حکم رسول صلی الله علیه و سلم و راضی بودن و تسلیم شدن و آنچه آورده است از نزد الله در همه حالتهای حیات از نشانه صدق ایمان است. تفسیر ابن کثیر. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. و اگر بر آنها یعنی منافقانی که حکم طاغوت را بر حکم الله برتر داشتند واجب می‌گرداندیم که خویشتن را بکشید یا از سرزمین هایتان بیرون بروید، جز شماره اندکی از آنها چنین نمی کردند و اگر آنچه را می کردند که به آن پند داده می شوند همانا برای آنها بهتر و استوارتر می نمود. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. و آنگاه در دنیا و آخرت به آنان از پیش خود پاداشی بزرگی می دادیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. و آنها را به راه راست هدایت می نمودیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا. و هر کس فرموده های الله را به جا آورد و بر نموده پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم عمل نمود، پس آنها هم نشینی کسانی خواهند بود که الله به آنها نعمت داده است از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان مؤمنان که الله ظاهر و باطنشان را اصلاح نموده است و اینها چه خوب دوستانی هستند که با آنها در باغ‌های بهشت جمع شده حیات به سر میبرند.
معنای صدیقان آنانی که با تمام آنچه که پیامبران آوردند از اعتقاد، گفتار و عمل به طور کامل تصدیق نمودند. و معنای شهیدان آنانی که در راه الله جان سپاری نمودند. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما. این بخشش است از جانب الله و بسنده است که الله به حال بندگانش داناست و می داند از آنها کی سزاوار ثواب بسیار می شود. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ای کسانی که ایمان آورده اید به مقابل دشمنانتان آمادگی خود را ببینید و گروه گروه یا همه جمع آمده بیرون به جنگ بروید. و این منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. و ای مؤمنان، گروهی از شما هستند که در جهاد در راه الله سستی می کنند. اگر مصیبتی به شما برسد، یعنی از قبیل شکست خوردن و کشته شدن و پیروز شدن دشمنان بر شما، فردی که در جهاد شرکت نکرده است می گوید براستی الله به من لطف نمود که با آنان همراه و حاضر نبودم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. و اگر به شما رحمت و فضل یعنی پیروزی یا غنیمت به دست آوردن از جانب الله برسد، البته این منافق حسدخور حسرت کنان چنان که گویی هرگز میان شما و میان وی دوستی نبود می گوید کاش همراه آنها بودم و خیلی بهره می بردم و به موفقیت بزرگ دست می یافتم. یعنی آرزو می کند که ای کاش در جنگ شرکت می کرد و از غنیمت های که به دست آمده بهره به او نیز می رسید. تفسیر سعدی. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. پس کسانی که زندگی دنیا را به آخرت می فروشند باید در راه الله بجنگند و هر کی در راه الله جنگ کند و کشته شود یا غالب باید پاداش بزرگ به او خواهیم داد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. و چیست شما را ای مؤمنان که در راه الله و برای نجات بیچارگان از مردان و زنان و کودکان جنگ نمی کند؟ آنان که در ظلم و ستم دشمنان دچار شدند و آنها را دیگر چاره نیست به جز از پروردگارشان دعا کرده می گویند ای پروردگار ما را از این شهر یعنی مکه و سرزمینی که ساکنان آن ستمگرانند بیرون آور و از جانب خودت برای ما سرپرست و یاری دهنده قرار بده. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کسانی که ایمان آوردند در راه الله می جنگند و کسانی که کفر ورزیده در راه ظلم و فساد می جنگند. پس ای مؤمنان
با اهل کفر و شرک که یاران شیطانند بجنگید، همانا مکر شیطان همیشه ضعیف است. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آیا نمی بینی کسانی را که پیش از امر به جهاد با آنها گفته شد از جنگ دشمنانتان یعنی مشرکان دست بردارید و نماز فرض شده را برپا دارید و از مالهایتان زکات بدهید. پس هنگامی که جنگ بر آنان واجب شد در این هنگام گروهی از آنها از مردم می ترسیدند، همان گونه که از الله ترس داشتند یا بیشتر از آن می ترسیدند و گفتند پروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب کردی؟ چی می شد اگر بر ما مهلت بیشتری می دادی؟ بگو متاع دنیا ناچیز است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است و پروردگاری تو خردترین ستم بر شما روا نمی دارد اگر چند مقدار رشته باریک که بر پوست خرما است. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هر کجا باشد مرگ شما را در هر زمان و مکان در می‌یابد، اگرچه در قصرهای محکم و منزلهای بلند باشد و زمانی که از نیکی از فراوانی مال و فرزندان و سلامتی برخوردار باشند میگویند این از جانب الله است و اگر مصیبت و مشکلی بر آنها برسد و دچار فقر و بیماری و از دست دادن فرزندان و دوستان گردند میگویند ای محمد صلی الله علیه و سلم این به سبب چیزی است که تو پیش ما آورده ای. بگو هم از جانب الله است. این مردم را چی شده است که هیچ سخنی را نمی فهمند و به فهمیدن آن نزدیک هم نمی شوند. تفسیر بغوی. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. و اگر در دنیا و دین به تو نیکی و خوبی برسد از جانب الله است و الله آن را به تو ارزانی داشته و سببهای آن را برایت آسان نموده است و بدی به بلایی که در دین و دنیا به تو میرسد از جانب خودت می باشد و ما تو را به عنوان پیامبری برای مردم فرستادیم و کافی است که الله گواه باشد. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هر کس اطاعت پیامبر کرد براستی که اطاعت الله کرده است، زیرا پیامبر امر و نهی نمی کند مگر به امر الله و وحی و هر کس از فرمان برداری و اطاعت الله و پیامبرش روی برگردانید فقط به خودش ضرر آورده است و تو را به عنوان نگهبان بر آنها نفرستاده ایم تا
تا نگهبان اعمال آنها باشی، بلکه تو را فقط به عنوان بیان کننده فرستاده ایم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقتی که پیش تو باشند، یعنی ای پیامبر، اظهار اطاعت می کنند و هنگامی که از پیش تو بیرون روند و تنها باشند، در شب و در پنهانی چاره‌هایی را می اندیشیدند که برخلاف سخنان تو بود، یعنی بر مقابل تو چاره بد می اندیشیدند. الله چاره‌هایی را که در شب می اندیشیدند می نویسد و آنها را به طور کامل بر آن جزا خواهد داد. بنابراین از آنها روی بگردان و بر الله توکل کن و کافی است که الله سرپرست و حافظ تو باشد. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا در معنای آیت‌های قرآن تفکر نمی کنند و اگر از جانب غیر الله بود در آن اختلاف زیاده می یافتند و چون از جانب الله است در آن اصلا اختلاف وجود ندارد. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقتی کار مهم یا منفعت عمومی که امنیت و نیکی مؤمنان را در خود دارد یا ترسی که مصیبت را بر آنها همراه دارد پیش آید استوار باشند و در پهن کردن این خبر شتاب نورزند، بلکه آن را به پیامبر و اولوالامر خود گردانند. همان کسانی در میان آنها وجود داشتند که می توانستند درست یا غلط بودن آن را دریابند و اگر فضل و رحمت الله بر شما نمی بود بجز اندکی هم البته شیطان را پیروی می کردید. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. پس در راه الله بجنگ تو، یعنی ای محمد، جز برای خودت برای کسی جوابگر نیستی و مؤمنان را برای جنگیدن بر ضد مشرکان حرکت کنان. باشد که الله قدرت کافران را به سبب این که شما در راه او می جنگید و یکدیگر را بر آن رغبت می کنید باز دارد و قدرت و عزت الله بیشتر است و عذاب و جزای او برای گناهکاران سخت‌تر است. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. پس هر کس که دیگری را در کاری خیر یاری دهد او را از ثواب آن بهره باشد و هر کس دیگری را بر انجام کاری بد یاری کند او را از عذاب آن حصه باشد و الله بر هر چیز گواه و حافظ است. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. هرگاه به شما سلام گفته شد بهتر از آن یا مانند همان جواب بگوید. البته الله بر هر چیز حسابرس است. پس الله عملهای نیک
و بد و خرد و کلان بندگانش را ثبت می نماید. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. جز الله هیچ معبودی بر حق نیست. حتما شما را در روزی که هیچ شک در آن نیست جمع می آورد. و چی کسی از الله راستگوی تر است؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شما یعنی ای مؤمنان چرا درباره منافقان دو گروه شده اید که برای شما شایسته نیست در مورد آنها دچار اشتباه شوید و شک کنید، حال آنکه الله آنها را به سبب کردار بدشان و به سبب آنچه انجام دادند سرنگون ساخته است. آیا می خواهید کسی را هدایت کنید که الله او را گمراه کرده است؟ و هر کس را که الله از دینش گمراه سازد برای او راه هدایت نخواهی یافت. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. منافقان دوست دارند که شما مانند آنها کافر شوید. اگر شما حقیقت آنچه را که دلهایتان تصدیق نموده بود انکار کنید مثل آن که دلهای آنها انکار کرده اند، آنگاه شما و آنها برابر می شوید. پس از آنها برای خود دوستان نگیرید مگر که در راه الله هجرت کنند و این دلیل بر صدق ایمان آنها است. پس اگر روی گردانیدند آنها را بگیرید و هر کجا که یافتید بکشید و از آنها دوست و یاری دهنده نگیرید. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مگر کسانی که با گروه پیوند پیدا می کنند که میان شما و آنان پیمان است، پس با آنها نجنگید. و این چنین کسانی که نزد شما می آیند در حالی که نمی خواهند با شما بجنگند و نمی خواهند با قومشان بجنگند، پس آنها نه همراه شمایند و نه همراه قومشان، پس با آنها نجنگید. و اگر الله میخواست آنها را بر شما حکمران و پیروز میکردند و آنان همراه دشمنان شما یعنی مشرکان با شما میجنگیدند، ولیکن الله با فضل و قدرتش آنها را از شما نگه داشت. بنابراین اگر از شما کناره‌گیری کردند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد صلح کردند، الله برای شما هیچ راه بر ضد آنها نگشاده است. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. گروه دیگری را از منافقان خواهید یافت که می‌خواهند که از جانب شما در امان باشند، پس برایتان ایمان را ظاهر می‌کنند و می‌خواهند که از جانب قومشان در امان باشند، پس برایشان کفر را ظاهر می‌کنند.
هرگاه به سوی کفر و اهل آن خوانده شوند در آن فرو می روند، یعنی همیشه بر کفر و نفاق خود باقی هستند. پس اگر از شما کنارگیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح ننمودند و از جنگ با شما دست برداشتند، آنها را اسیر بگیرید و هر کجا آنان را یافتید بکشید. آنان کسانی هستند که ما دلیل آشکار بر قتل و اسیر گرفتن آنها به شما داده ایم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. و هیچ مؤمنی نباید مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا، و هر کس که مؤمنی را به خطا کشت پس باید بنده یعنی غلام مؤمنی را آزاد کند و خونبهای به خانواده مقتول یعنی شخصی کشته شده بپردازد تا خاطرشان آرام گردد، مگر که وارثان مقتول با عفو کردن خونبها درگذرند. پس در این صورت خونبها از قاتل یعنی شخصی کشنده ساقط می شود. و اگر مقتول از گروه دشمنان شما بود و خود او مؤمن بود، پس قاتل باید بنده مؤمنی را آزاد کند. و اگر از قومی بود که میان شما و آنها پیمان بود، باید خونبهای مقتول را به وارثان او بپردازید و یک بنده مؤمن آزاد کنید. و هر کس بنده نیافت و قیمت آن را نیز نداشت که در عوض بنده پرداخت کند، پس باید 2 ماه پیاپی روزه بگیرد. الله این را یعنی به عنوان قبول توبه مقرر داشته است و الله دانا است به حقیقت حال بندگانش و حکیم است و آنچه که در شریعت خود برای بندگانش مقرر کرده است. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. و هر کس مؤمنی را به قصد بکشد پس جزای او جهنم است و همیشه در آن میماند و الله بر او خشم میگیرد و او را لعنت کرده است و برای او عذابی بزرگ آماده کرده است. ولیکن الله اهل ایمان را میبخشد و به فضل خویش آنها را در جهنم ابدا نمیگذارد. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که به الله و رسول او ایمان آورده اید و عمل به شریعت او دارید، وقتی در راه الله به مسافرت رفتید
تحقیق کنید و با کسی که به شما با سلام یعنی با کلمه لا اله الا الله مراجعت می کند و با شما نمی جنگد، احتمال این که مؤمن است که ایمانش را پنهان کرده است. نگوید که تو مؤمن نیستی تا به این طریق متاع زندگانی دنیا را بجوید. پس نزد الله غنیمت های زیادی است که شما هم پیش از این چنین بودید. در ابتدای اسلام ایمان خود را از مشرکان قومتان پنهان می داشتید، ولی الله بر شما منت نهاد و شما را به ایمان و قوت عزیز گردانید. پس کارهایتان را دانسته تحقیق کنید، همانا الله به آنچه می کنید آگاه است. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. مؤمنان خانه نشین که عذر برای رفتن به جهاد ندارند با کسانی که در راه الله با مال و جانشان جهاد می کنند برابر نیستند. الله کسانی را که با جان و مالشان جهاد می کنند بر کسانی که نشستند و به سبب عذرشان مانع رفتن به جهاد شدند و به جهاد نرفتند برتری قرار داده و برایشان در جنت درجه های عالی را بلند کرده است و به هر یک وعده نیکو داده است و الله مجاهدین را بر کسانی که باز نشستند با اجر فراوان و بزرگ برتری داده است. درجات منه و مغفرة و رحمه و کان الله غفورا رحیما. این گونه ثواب و مقام ها و درجات بزرگ و خاص از برای بندگانی که در راه او جهاد کردند به طریق مغفرت و رحمت الله یعنی نصیب آنان می شود و الله آمرزگار و مهربان است. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. همانا کسانی که با نشستنشان در دار کفر و ترک هجرت بر خود ستم کردند در حالی که فرشتگان جان آنان را میگیرند به آنها سرزنش کرده میگویند در چی حال بودید؟ میگویند ما در دنیا ناتوان و ستم دیده بودیم. پس فرشتگان میگویند آیا زمین الله وسع نبود که تا به آن هجرت کنید و به دیگر زمین بیرون روید و دینتان را در امان نگاه دارید؟ پس جایگاه این گونه کسان جهنم است و چی بد جایگاه و چی بد سرانجام است. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر مردان و زنان و کودکان بیچاره و درماندگانی که نمیتوانند کاری بکنند و راه و چاره نمیدانند تا خلاص شوند. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. پس آنان که یعنی عذر دارند باشد که الله آنها را عفو کند و الله بخشنده خطا و آمرزنده است. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله
وكان الله غفورا رحيما. و هر کس در راه الله ترک وطن کند اقامتگاهی زیاد و کشایش در زمین خواهد دید. و هر کس که از خانه‌اش بیرون رود به سوی الله و پیامبرش و هدفش از هجرت الله و خوشنودی وی و محبت پیامبر باشد و هدف دیگر نداشته باشد، سپس مرگ او را دریابد، به راستی او ثواب مهاجر را به دست آورده است و الله به بندگانش آمرزگار و مهربان است. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. و هر وقتی که سفر کنید نیست شما را گناه قصر خواندن نماز اگر بترسید از آن که شما را کافران در فتنه و بلا می اندازند. همان کافران دشمنان آشکارا برای شمایند، پس از آنان حذر کنید. و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. و چون وقتی خوف در بین مؤمنان باشی، پس ای محمد صلی الله علیه و سلم بگذاری برایشان نماز را. گروهی از آنان باید به تو اقتدا کنند و با خود سلاح را بگیرند و چون به سجده روند، یعنی در یک رکعت خوانند، پس گروهی دیگر مقابل دشمن بیستند و گروهی دیگر که در برابر دشمنان ایستاده بودند و نماز نخواندند بیایند و با تو نماز بخوانند. باید که با خود زره و سپر و سلاح خود را بگیرند. کافران دوست دارند تا شما از اسلحه و متاعهایتان غافل شوید و آنگاه یک بار بر شما حمله کنند و گناه نیست بر شما اگر باشد شما را رنج از باران یا بیمار باشد تا اسلحه خود را بر زمین بگذارید، اما باید احتیاط و آمادگی داشته باشد. همانا الله آماده کرده است برای کافران عذاب دردناک را. این آیت به آن دلالت می کند که نماز جماعت واجب است. تفسیر سعدی: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. و چون تمام کردید نماز را، یاد کنید الله را ایستاده، نشسته و بر پهلو و در همه حالت، و چون آرام گرفتید برپا کنید نماز را به طریق نمازی که در آرامی می گذاشتید. همانا نماز بر مؤمنان در وقت معین واجب شده است. این آیت به آن دلالت می کند که نماز در وقتش فرض است. تفسیر سعدی: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
و در جستجوی آن قوم یعنی کافران سستی نکنید، زیرا سست شدن دل باعث سست شدن بدن می گردد و سستی بدن باعث ناتوانی در برابر دشمنان می شود. اگر شما زخمی و دردمند می شوید، آنها نیز همین طور که شما دردمند می شوید دردمند می شوند، ولی شما از الله چیزی را امید دارید که آنان امید ندارند و الله دانا و حکیم است. یعنی آنچه را که امید دارید مضمونش ثواب نعمت شهادت یا غلبه را. تفسیر بغوی: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ما این کتاب قرآن را براستی به تو نازل کردیم تا آن طوری که الله به تو آموخته است میان مردم حکم کنی، نه بر اساس هوا و خواست خودت. از خیانتکار دفاع نکن، زیرا او دواگری چیزی هست که مال او نیست، خواه این را بداند یا از روی گمان چنین کند. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. و از الله آمرزش بخواه اگر چیزی از تو سر زده است که او آمرزنده و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. و به خاطر کسانی که به خود خیانت می‌ورزند یعنی گناه صادر می‌کنند طرفداری نکن، زیرا الله دوست ندارد خائنی را که خیانتش بزرگ و گناهش بسیار است. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. آنها پنهان میکنند از مردم عملهای ناشایسته خود را و از الله پنهان و شرم نمی کنند، حال آن که او با آنهاست آنگاه که در شب میان خود مشورت میکنند و سخنان را به زبان می آورند که الله از آن ناخوشنود است و الله به آنچه می کنند فراگیرنده است، یعنی داننده همه سرهای پنهانی و آشکارا است. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. آگاه باشد این شمایید که در این جهان از آنان سخت جانبداری کردید، کیست که در روز قیامت از آنها در برابر الله جانبداری کند یا چی کسی وکیل آنها خواهد بود؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. و هر کی کاری بده کند یا به خود ستم روا دارد آنگاه از الله آمرزش خواهد و به گناه اعتراف کند و از آن پشیمان شود و از آن دست بکشد و تصمیم گیرد که آن را باری دیگر انجام ندهد. الله را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و هر کی گناه کند جزای آن گناه در دنیا و آخرت بر زیان خودش می رسد و الله به حقیقت کاری بندگانش دانا و آنچه میان آنها حکم می کند با حکمت است. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل
فقد احتمل بهتانا وإثما مبینا. و هر کی خطا یا گناهی کند آنگاه بیگناهی را با آن گناه عیبدار سازد، البته برای تهمتش گناهی آشکارا بر دوش خود گرفته است. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اگر فضل و رحمت الله ای محمد صلی الله علیه و سلم شامل حال تو نمی بود، گروهی از کافران قصد آن داشتند که تو را گمراه کنند، ولی آنان جز خود کسی را گمراه نمی کنند و هیچ زیانی به تو نمی رسانند و الله بر تو کتاب و حکمت یعنی سنت نازل کرد و چیزهای به تو آموخت که از این پیش نمی دانستی و الله لطف بزرگ خود را بر تو ارزانی داشت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. در بسیاری از مشورت‌های پنهانیشان فایده نیست مگر در سخن آنان که به صدقه دادن یا به کاری پسندیده و یا به آشتیجویی میان مردم فرمان میدهند و هر کسی که برای خوشنودی الله چنین کند برای او مزد بزرگی خواهم داد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هر کی پس از آشکار شدن راه هدایت با پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم مخالفت ورزد و پیروی راه مؤمنان نکند، گذارم او را به آن راهی که اختیار کرده است و او را به نیکی و خوشبختی توفیق ندهیم، بلکه به جهنم او را افکنیم و جهنم سرانجام بد است. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله کسی را که برای او شریک قرار دهد نمی آمرزد و بیامرزد غیر شرک را برای هر کی خواهد و هر کس که در عبادتش برای الله شریک قرار دهد سخت در گمراهی افتاده است. این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا. نمی پرستند غیر الله مگر بت‌های را که نه فایده می رسانند و نه ضرر و به آنها نام‌های دخترانه می گذاشتند، یعنی مثل لات، عزا، منات و غیره، و نمی پرستند غیر الله مگر شیطان سرکش را. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. که الله او را لعنت کرده است، یعنی از رحمتش او را محروم ساخت، و یعنی شیطان گفت از بندگانت، یعنی هم در گفتار و کردار نصیبه معین برمیگیرم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام
فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. و البته آنها را از راه راست گمراه میکنم و آرزوهای باطل در دلشان میاندازم و به آنان فرمان میدهم تا گوشهای چار پایان را بشکافند و به آنان فرمان میدهم تا خلقت الله را دیگرگون سازند، یعنی در بدن خل کوبند، قاش چینند و غیره. و هر کس که به جای الله شیطان را دوست خود گیرد زیانی آشکار کرده است. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان به آنها وعده دروغ می دهد و به آرزوها فریب می دهد، یعنی عمر دراز است، دنیا را صاحب شو. و شیطان آنها را جز به فریب به دیگر چیز وعده ندهد. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. این گروه که اطاعت شیطان نمودند جایشان دوزخ است و در آنجا راه گریز نخواهند یافت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا. و کسانی را که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند به بهشت‌های در می آوریم که در زیر درختان آن جایها روان است و در آنجا جاویدانند. وعده الله راست است و وعده اش را خلاف نمی کند و چه کسی از او راست گویتر است؟ لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ای مسلمانان، این فضل بزرگ یعنی صلاح و نجات، این فضل بزرگ را به آرزوها صاحب شده نمی توانید و این نه موافق آرزوی شماست و نه موافق آرزوی اهل کتاب، بلکه به ایمان راست و عمل نیکی که رضایت الله در آن است صاحب شده می توانید. و هر کس که مرتکب کاری بد شود جزایش را ببیند و بجز الله هیچ دوست و یاری دهنده نیابد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. و هر کس که کاری شایسته کند، چی زن و چی مرد، اگر مؤمن باشد و بهشت می رود و به قدر آن نقطه خورده که بر پشت دانه خرماست و هیچ کسی ستم نمی شود. یعنی شرط قبول همه عملها ایمان است. تفسیر سعدی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. دینی چی کسی بهتر از دینی کسی است که به اخلاص روی به جانب الله کرد و نیکو کار بود و از دین حنیف ابراهیم پیروی کرد و الله ابراهیم را به دوستی خود برگزید، یعنی گرفت. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا. از آن الله است هرچی در آسمان ها و زمین است و الله بر هر چیز احاطه دارد و چیز از کارهای بندگانش بر او
پوشیده نمیماند. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. از تو ای پیامبر درباره زنان فتوا میخواهند. بگو الله درباره آنان با آنچه که در این کتاب بر شما خوانده می شود فتوا داده است. این فتوا درباره زنان یتیمه نازل شده است که حق مقررشان یعنی مهر و میراث و غیره از این دیگر حقوقها را نمی پردازد یا آن را کم می کند و می خواهد آنها را به نکاح خود درآورد و نیز در باب کودکان ناتوان نازل شده است و باید که درباره یتیمان به عدالت رفتار کند و حقوقشان را رعایت کند و مالهایشان را حفظ کرده و آن را رواج دهد و هر کاری نیکی که انجام می دهد الله به آن آگاه است. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اگر زنی دریافت که شوهرش با او به مهر و از او بیزار شده است باکی نیست که هر دو در میان خود صلح بکنند، یعنی زن از بعض حقوق خود دست کشد به مانند این که به لباس یا خانه عادی قناعت کند که صلح بهتر است، ولی بخل و پستی بر نفس های مردم غلبه کرده است. و اگر نیکی و پرهیزگاری کند الله به هر چی می کند آگاه است و موافق آن شما را مکافات می دهد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ای مردان، هرچند بکوشید هرگیز نتوانید که در میان زنان یعنی در محبت و خفت و خو با عدالت رفتار کنید، هرچند بر عدالت حریص باشد. اکنون که هرگیز نتوانید میان زنان تماما عدالت کنید، یک باره به سوی یکی از آن را که دوستش می دارید میل نکنید تا دیگری را که دوستش نمی دارید معلق ماند. اگر به صلاح آید و پرهیزگاری کنید الله آمرزنده و مهربان است و از کمبودی هایی که قبلا از شما سر زده شما را عذاب نمی کند. تفسیر بغوی: معنای معلق یعنی زنی است که نه شوهر داشتن خود را احساس می کند نه طلاق شدن خود را می داند. و این یتفرقا یغنی الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما. و اگر آن دو یعنی زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند الله هر دو را به توانگری خود کفایت کند، یعنی برای مرد زنی را مهیا می گرداند که با وی سازش داشته باشد و چشم و دلش به او آرام گیرد و برای زن نیز مردی را نصیب می کند که با صحبت وی لذت برده و کاملا احساس خوشبختی نماید که الله بسیار هم
سخی و استوار کار است. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. از آن الله است آنچه در آسمان ها و زمین است و همان اهل کتاب را که پیش از شما بودند و نیز شما را ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم امر کردیم که از الله بترسید و شریعت را برپا دارید و اگر کفر هم ورزید هیچ ضرری بر الله نتوانید رسانید. به درستی آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است زیر تصرف الله است و اوست بی نیاز از خلقش و لایق ستایش است در صفات و افعالش. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. و از آن الله است آنچه در آسمان ها و زمین است و الله کفایت کننده است در تدبیر کارهای بندگان. این یشأ یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین و کان الله علی ذلك قدیرا. ای مردم، اگر الله بخواهد شما را از میان میبرد و کسانی دیگر را می آورد که از شما فرمان بردارتر و بهتر باشند و الله بر این کار قادر است. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ای مردم، هر کس که پاداش این جهان را می طلبد بداند که پاداش این جهانی و آن جهانی در نزد الله است و او به گفتار بندگانش شنوا و به نیت و اعمالشان بیناست و هر یکی را جزای موافق خواهد داد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، برپادارنده عدل باشد و برای الله شهادت دهید، هرچند از زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما چی توانگر و چی تنگ دست باشند، زیرا الله بر آن دو یعنی ثروتمند و کمبخل سزاوارتر یعنی مهربانتر است. پس از خواهش های نفس پیروی نکنید تا از عدل روی گردانید، چون دیگر کنید سخن را یعنی نادرست گواهی دهید یا از آن شهادت روی تابید، الله به هر چی میکنید یعنی آشکار و پنهان آگاه است. این آیت هشدار است برای آنان که نادرست گواهی میدهند یا از گواهی بر حق روی میتابند. تفسیر سعدی. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان حقیقی بیاورید به الله و پیامبرش و به کتابی که یعنی قرآن بر پیامبرش نازل کرده شده است و به جمع کتاب‌های یعنی تورات، انجیل و زبور که پیش از آن نازل کرده است
و هر کی به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و به روز قیامت کافر شود سخت در گمراهی افتاده است و از دین خارج شده است. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. البته الله آنان را که ایمان آوردند یعنی منافقان را سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر شدند و به کفر خویش افزودند و دوامت کردند نخواهد آمرزید و به راه راست هدایت نخواهد کرد. بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما. منافقان را بشارت ده که عذاب دردآور برایشان آماده شده است. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. منافقان کسانی اند که به جای مؤمنان کافران را دوست میگیرند و آنان را برایشان یاور انتخاب میکنند و دوستی مؤمنان را ترک میکنند. آیا عزت و توانایی و کمک را نزد آنان یعنی کافران میجویند در حالی که عزت و کمک همش از آن الله است؟ کسی را که خواهد عزیز می‌دارد و کسی را که خواهد خوار می‌گرداند. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. البته الله در کتاب قرآن بر شما نازل کرده که چون بشنوید که آیاتهای الله این کار کرده می شود یا آیات وی به تمسخر گرفته می شود پس ننشینید با آنان یعنی با منکران و تمسخر کنندگان تا آن که به سخنان دیگری بپردازند. همانا شما اگر بنشینید و گوش دهید پس مانند آن کافران باشید. یعنی زیرا راضی شدن در گناه و آن را تغییر ندادن مثل گناه کردن است. همانا الله یک جا سازد منافقان و کافران را در دوزخ. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آن منافقانی که همیشه انتظاری چگونگی احوال شما هستند پس اگر از جانب الله پیروزی نصیبتان شود میگویند مگر ما همراه شما نبودیم یعنی تا از پول و مال غنیمت بهره‌مند شوند و اگر پیروزی نصیب کافران شود میگویند آیا نچنان بود که به شما یاری رسانیده بودیم و مؤمنان را از آسیب رسانیدن به شما باز داشتیم؟ در روز قیامت الله میان شما حکم میکند و او هرگز برای کافران به زیان مسلمانان راه نگشاده است یعنی هرگز کافران را بر مسلمانان پیروز نخواهد کرد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
منافقان الله را به گمان خودشان فریب دادن می‌خواهند و حال آن که الله آنها را موافق فریب و مکرشان جزا می‌دهد و چون به نماز برخیزند به ناچاری برخیزند، یعنی تنبلی و سستی آنان بدان خاطر است که دلهایشان به نماز علاقه ندارد و برای خود نمایی یعنی ریا نماز بخوانند و در نماز جز اندک الله را یاد نکنند. مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا. متردد یعنی دودیله و حیرانند، نه با مؤمنانند و نه با کافرانند. باطنانشان را به کافران دادند و ظاهرانشان را به مؤمنان و این بزرگترین حد گمراهی است. آن که الله گمراهش کند هیچ راهی برای او نخواهی یافت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ای کسانی که ایمان آورده اید، به جای مؤمنان کافران را دوست نگیرید. آیا کاری میکنید که برای الله به زیان خود حجت آشکار پدید آورید؟ یعنی و این آیت بیان کننده آن است که الله هیچ کسی را پیش از این که حجت و دلیل بر او آماده شود عذاب نمیدهد. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. البته منافقان در پسترین طبقات آتش هستند و هرگز برایشان یاری دهنده نیابی که آنان را از آتش دوزخ برهاند. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنین اجرا عظیما. مگر آنان که توبه کردند و خود را اصلاح کردند و به دین الله چنگ زدند و برای الله از روی اخلاص به دین گرویدند، اینها در گروه مؤمنانند و الله به مؤمنان ثواب بزرگ خواهد داد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. چرا الله شما را عذاب کند، یعنی ای منافقان، اگر سپاسگزار نعمتهایش باشد و ایمان آورید و از ریا دور شوید، زیرا در عذاب کردن شما برای الله یگان فایده یا ضرر نیست، در حالی که الله به طاعت بندگانش قدر شناس و به همه چیز داناست. تفسیر طبری. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله بلند کردن آواز را به بدگویی به مانند دشنام، بهتان و تهمت دوست ندارد مگر از آن کس که به او ستم شده باشد، یعنی اگر مظلوم در حق ظالم سخنهای بد گوید جایز است، به شرطی که از حد نگذرد و الله شنوا است، تمام سخنهای نیک و بدی شما را می شنود و داناست که نیتهای شما را می داند. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ای مؤمنان، اگر کاری نیک را یعنی صدقه یا سخنهای خوب آشکارا یا پنهانی انجام دهید، یا از کسی که نسبت به جسم و جان یا اموالتان و آبرویتان بدی روا داشته است چشم بپوشید و او را ببخشید،
همانا الله در روز قیامت می بخشد گناهان شما را و او به همه کار تواناست. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. به درستی کسانی هستند که به الله و پیامبرش کافر می شوند، یعنی از یهود و نصارا، و می خواهند میان الله و پیامبرانش جدایی اندازند و می گویند که بعضی را می پذیریم و بعضی را نمی پذیریم و می خواهند در این میان راه گیرند برای گمراهیشان. معنای بعضی را می پذیریم و بعضی را نمی پذیریم یعنی که یهودیان به همه پیامبران ایمان آوردند مگر به عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و سلم، و نصارا باشد به همه پیامبران ایمان آوردند مگر به پیامبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرین عذابا مهینا. اینها در حقیقت کافرانند و ما برای کافران عذاب خار کننده آماده ساخته ایم، همون طور که آنها از ایمان آوردن به الله روی گردانیدند، تکبر ورزیدند. والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحیما. و کسانی که به یگانگی الله و پیامبرانش ایمان آوردند و میان هیچ کدام از پیامبرانش فرق نمی گذارند بلکه به همه اشان ایمان آوردند، پاداششان را الله خواهد داد و الله آمرزنده گناهان چنین بندگان است و مهربان است که آنان را به راه راست هدایت می کند. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. اهل کتاب یعنی یهودیان از تو می خواهند ای محمد صلی الله علیه و سلم که برایشان قرآن یک بار نازل شود، آن طور که تورات و انجیل یک بار نازل شدند، تا اینکه به راست بودن پیامبری تو دلالت کند. آنها یعنی یهودیان قوم موسی از موسی بزرگتر از این را طلب کردند و گفتند الله را آشکار به ما نشان ده. به سبب این سخنان کفر آمیزشان صاعقه عذاب یعنی آتشک آنها را هلاک کرد و پس از آن که معجزه های برایشان آمده بود گوساله را معبود خود گرفتند و ما آنها را بخشیدیم و موسی را حجت آشکار دادیم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غلیظا. و به خاطر پیمانی که با آنها بسته بودیم کوه طور را بر بالای سرشان برداشتیم و گفتیم سجده کنان یعنی سرهایتان را فرو انداخته از آن در بیت المقدس داخل شوید و در روز شنبه از حد نگذرید یعنی ماهی ندارید و از آنها پیمانی سخت گرفتیم ولی پیمان را شکستند. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. پس با سبب پیمان شکستنشان و کافر شدنشان به آیات الله و به ناحق کشتن پیامبران و این که گفتند دلهای ما بسته است و بالایش پرده است، الله بر دلهایشان مهر نهاده است و جز کمی از آنان ایمان نمی آورند. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. و نیز به سبب کفرشان و آن تهمت بزرگ که به مریم زدند، یعنی او را به زناکاری تهمت کردند، حال آن که او پاک دامن بود. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. و نیز با آن سبب که گفتند ما مسیح یعنی عیسی علیه السلام پسر مریم پیامبر الله را کشتیم و حال آن که آنان مسیح را نکشتند و بردار نآویختند، بلکه این امر برایشان مانند شد، یعنی آنان شخصی را به مانند عیسی کشتند، همانا که درباره او اختلاف میکردند، یعنی یهود و نصارا خود در شک و شبهه بودند و به آن باوری نداشتند، تنها پیروی گمان خود بودند و عیسی را در واقع نکشتند. بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما. بلکه الله او را یعنی عیسی را با بدنش و روحش به نزد خود بالا برد که الله پیروزمند است در ملکش و صاحب تدبیر است در حکمهایش. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر که پیش از مرگ عیسی علیه السلام به او ایمان آورد و عیسی در روز قیامت به ایمانشان گواهی خواهد داد. آیا ایمانشان موافق شریعت بود یا نه؟ تفسیر سعدی. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. پس به سبب ظلم و ستمی که از جانب یهودی ها سر زد، حرام گردانیدیم برایشان چیزهای پاکیزه را که پیش از آن برایشان حلال بود و نیز به سبب منع کردنشان مردمان بسیار را از راه الله. و اخذهم الربا وقد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما. و نیز به سبب سودخوری هایشان، حال آن که در تورات از آن منع کرده شده بودند، و به سبب خوردنشان مالهای مردم را به ناحق با راه ربا و زیاده خوری، و ما برای کافران یهود عذاب دردآور مهیا کرده ایم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. ولی آنانی که ثابت قدمند در علم از اهل کتاب و آن مؤمنان را که به آنچه بر تو قرآن و آنچه پیش از تو نازل شده به تورات و انجیل ایمان دارند و نماز را در وقتش می گذارند و زکات مالهایشان را می دهند و باوری دارند به الله و روز قیامت، اجری
بزرگی خواهیم داد. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ما به تو ای محمد صلی الله علیه و سلم وحی فرستادیم همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگان یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان علیهم السلام وحی فرستادیم و به داوود زبور را دادیم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلیما. و پیامبرانی که پیش از تو این قصه هایشان را برای تو گفته ایم در قرآن و آن که قصه هایشان را برای تو نگفته ایم و الله با موسی علیه السلام سخن گفت، سخن گفتن بی واسطه. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی که مژده دهنده و ترساننده بودند تا بعد از پیامبران دلیل و حجت برای مردم بر الله باقی نماند و الله غالب است در ملکش و در تدبیرش با حکمت است. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ولی الله با آنچه بر تو نازل کرده است یعنی قرآن را شهادت می دهد که آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز شهادت می دهند یعنی به حق بودن قرآن و کافی است که الله گواه باشد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. همانا کسانی که انکار کردند صفتهای محمد صلی الله علیه و سلم را و منع کردند مردمان را از راه الله سخت به گمراهی افتادند. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. همانا کسانی که کافر شدند و ظلم و ستم کردند هرگز الله نمی آمرزد آنان را و نشان ندهد به آنان راه حق را إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. مگر راه دوزخ که ابدیان در آن همیشه و این کار با الله آسان است. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ای مردم، این پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم حق و حقیقت را از جانب پروردگارتان برای شما آورده است. پس به او ایمان بیاورید و او را پیروی نماید که ایمان آوردن بهتر باشد برای شما و اگر بر کفر خود دوامت کردید ضرر خود شماست، زیرا الله به شما و ایمانتان احتیاج ندارد. همانا آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و او دانا است به گفتار و کردار شما و میداند چه کسی سزاوار هدایت یا گمراهی است. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته
ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ای اهل کتاب، در دین خود از حد نگذرید و درباره الله جز حق چیز دیگری نگوید و به الله همسر و فرزند قرار ندهید. همانا عیسی مسیح پسر مریم فرستاده الله است. الله او را به حق فرستاد و او را به همان کلمه خلق نمود که آن را با واسطه جبرائیل به سوی مریم فرستاد و آن عبارت بود از فرموده خودش کن، یعنی بشو، پس شد و روح است که الله آفریده است. پس به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و نگویید الله سه‌گانه است. باز ایستید از گفتن این سخن که برای شما بهتر است. همانا الله فقط معبود یگانه است، پاک است از این که فرزنده داشته باشد. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و او تدبیر کاری آسمان ها و زمین را بسنده است. از همه چیز بی نیاز است و همه به او نیازمندند. پس چگونه او دارای فرزنده است؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عیسی مسیح هرگز از آن که یکی از بندگان الله باشد نفرت نداشت و ملائکه های مقرب نیز از این نفرت ندارند. هر کی از پرستش یعنی عبادت الله نفرت کند و تکبرانه سرکشی کند بداند که الله همه نفرت کنندگان، متکبران و بندگان مؤمن را در نزد خود جمع خواهد ساخت تا در بین آنان حکمی سزاوار کند و هر کی را در برابر عملش جزای مناسب خواهد داد. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اما آنان که ایمان آوردند به یگانگی الله و کارهای نیک کردند، حق الله و حق بندگان را به جا آوردند، الله اجرشان را به پرگی خواهد داد و از بزرگی خود بر آنان خواهد افزود. اما کسانی را که ابا و سرکشی کرده اند به عذاب دردآور عذاب خواهد کرد و برای خود جز معبودی بر حق هیچ دوست نمیابند که آنان را از عذاب الله برهاند و هیچ یاری دهنده هم نمیابند که از آنان طرفداری کند. یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبینا. ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان حجت آمد و برای شما نوری آشکار نازل کرده ایم که آن نور قرآنی بزرگ است که علوم گذشتگان و آیندگان را در بر دارد. پس مردم اگر در زیر انوار قرآن راهشان را نیابند در تاریکی و بدبختی بزرگ غوطه خواهند زد. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اما آنان را که به یگانگی و تمام صفتهای الله ایمان آوردند
و به او اعتماد و توسل جستند به آستان فضل و رحمت خیش می درآورد، یعنی به سوی نیکی ها موفق می گرداند و از بدی ها باز می دارد و به راه راست، یعنی علم و عمل و دانستن حق هدایت می کند. تفسیر سعدی. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم فتوا میخواهند، بگوی که الله درباره کلاله برایتان فتوا میدهد. هرگاه مردی که فرزند یا پدر نداشته باشد بمیرد و او را خواهری همتنی یا خواهری از پدر داشته باشد، به آن خواهر نصف میراث او میرسد. اگر خواهر بمیرد و آن خواهر را نیز فرزند یا پدر نباشد، برادر همتنی یا برادری که از پدر می باشد از او میراث می برد. اگر از شخصی متوفا خواهران 2 کس یا بیشتر باقی بمانند، از آن 2 حصه دارایی را میراث می برند. و اگر یک چند برادر و خواهر بودند، هر مرد برابری 2 زن حق می گیرد. الله برای شما تقسیم میراث و حکم کلاله را بیان می کند تا گمراه نشوید و او الله داننده تمام کارهای گذشته و آینده است. معنای کلاله یعنی کسی که مرده است و پدر و فرزند ندارد. شما ترجمه معنای سوره نیسا یعنی زنها را شنیدید. در مدینه نازل شده است و از 176 آیت عبارت است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. اگر ترجمان و یا ما در کجای به خطا راه داده باشیم، طلب دعا میکنیم که الله تعالی ما را بیامرزد.